باغچه بلند به یارما کلو نور بنده خندیده یارما کلو نور بنده. سلامونه ښکلې او لرغونې بامیانو ته ښه راغلاست. تاسو زما تر شا وینئ چې زه د بامیانو په دخولي دروازې کې ولاړه یم. وروسته له 5 الی 6 ساعته مزل نه موږ بالاخره د بامیانو ښکلي په زړه پورې ښار ته راورسېدو. تاسو ته به د میلې ځانګړې او په زړه پورې خپرونې وړاندې کومه، خو نن زه تاسو ته د بامیان منځ البته د بامیانو ښار هغه میله ځایونه در معرفي کوم چې له ولایاتو او له بهر نه سیلانیان راځي او دلته خپلې میلې ترسره کوي. استاد در ارتباط با میله اگر بگوین، چون ما فعلا در برنامه میله حضور داریم، از زمانه خودتان بگوین، از جوانیایتان بگوین که او زمانا میله خوبتر بود، مردم خوب میله میرفتن یا این زمانا خوب است؟ ما متاسفانه در زمان جوان شدیم که افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی تمام مناطق مرکزی بود. ما می جوانی خود خوب نفهمیدیم، اما هنرمند بودیم. ما دنبره می نواختیم، علاقمندی در هنرمندی داشتیم. در اون زمانا تایپ بود، کسیت بود، از این چیزا بود. میله های اینطور عمومی نداشتیم مثل جشن دنبره، اینطور جشن ویبر شموری که در بامیان چی میشه. اما محفل های خورد و ریزه داشتیم، میله هایی داشتیم که 20-30 نفر جمع میشتیم در یک اتاق. باز مرا طلب میکرد، ما اونجا آوازخوانی میکردیم، دنبره می نواختیم. میله های خصوصی بود در اون وقتا. ولی برای فعلا یک مقدار بعد از که دوران طالبا باز جشنواره ها در بامیان چی شد، باز یکی بامیان محل تجمع توریست ها هستند. به خاطر جذب توریسم این جشنواره ها اصلی منظور جذب توریسم است در بامیان که صنعت توریسم در بامیان رشد کنه.
ارتباط به می گروپ موسیقیتان بگوین، میشه که دو خانم به دوستا هم معرفی بکنید چون واقعا خیلی خوب میخوانن. خب اول استاد اینا رو معرفی بکنید. فرشته جان فرخی هستن، یکی از همکارای خیلی موفق ما، صدای بسیار خوب داره، در ضمن نوازنده بغلی هم هستن، نوازه خوب میخونن. خانم سوزان است، هم یکی از هنرمندای خیلی خوب ما که جنگ می نوازه و همچنان صدای بسیار داره، استعداد خیلی خوب داره. اینا بسیار علاقه مندی به موسیقی داره. موفق باشن هر دویشان. سلام خوب هستین؟ سلام چطور؟ جان کموش تو نرم خوبیش هسته. خوب هستین؟ سلامت باشین. نامتان چی است؟ از کجا آمدین؟ نام شکلاته، یعنی از خود ولایت بامیان هستم. خب بسیار خوب. آشقلا جان امروز امرای 4 دانه چیچگکای همتون نازنین مقبول و تفریح برآمده. چیچگکار هوای تازه میته که در خانه هزمنده قالدن. شما به میله برآمدین، به تفریح برآمدین؟ بعد هم روزانه‌ای همین به طرف سرسبزی و به طرف گدام میریم به خاطر هوای تازه بگیریم و به خاطر کار میبریم. بسیار خوب. خانمتان، مادرتان، خواهرتان اونا رو گاهی اوقات بیرون میکشین به میله میبرین؟ بله هوای تازه بگیریم. به طرف بنده میر و به طرف شهرها اینجا میبریم. چقدر خوب. والا انت یک چند تا آدم دیگه پیدا شد بیخیم تو گلزار میشه کل فامیلا. صحتمند میباشن، همیشه از خانهایتان براین فامیلایتان بکشین تا ای که ساعتتان تیر شود. خب از این بگوین که در ولایت بامیان چقدر مردم خودشان کسی بیرون میبرن یا کم کم چون در کارهای روزمریشان مصروف میباشن؟ زیادتر در روزهای جمعه و پنجشنبه زمانی که از کار بیکار میشن رخصت میباشن، باز در این روزا زیادتر به میله میرن، به چکر میرن. خب ما شما را دیگه مزاحمت نمیکنیم، وقتتان نمیگیریم. با تفریح بکنین، چه کار بگردانین، وقتتان بخیر. تشکر، زنده باشین. د زاویه میډیا قدرمنو لیدونکو دا و د میلې لومړنۍ خپرونه له لرغوني ښکلي او په زړه پورې بامیانو څخه. تر دې چې تاسو ته بیا هم نوې په زړه پورې او زړه راښکونکې خپرونې وړاندې کومه. د زاویه میډیا یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. له بامیانو څخه به تاسو ته په زړه پورې د میلې خپرونې وړاندې کیږي.